وقتی یک زن مسلمان منتسب به دین خدا میاد در مجلس عروسیه که نامحرم وجود داره اونجا جلو مردا با لباس نازک در مراسم عروسی میرقصه و دستمال بازی میکنه و عبایی نداره، باور بکنین از اون کاریکاتور بزرگتر توهینش به پیامبر صلی الله علیه و سلم. چرا زنهای مسلمان از خدا نمیترسن؟ چرا مردها غیرتهاشون کم شده؟ چرا مردها احساس دینیشون ضعیف شده؟ به چی دل خوش کردن؟ به مال و منال دنیا، به پست و مقام دنیا، به اندام شیک و کشیده، به صورت زیبا. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. از یک نقطه باید ما و شما شروع بکنیم، همه مسائل رو از دین و دینداری بخواهیم.